خدا شما را بشرمانه که نام ازبک بد کردی بیادر دو سرزمین. سلام عرض زده به هموطنان عزیزی. پیام ما به او کثافتایی است، به او رامزادایی است که به ضد مارشال دوستم در فاریاب بیادر در جوزجان در سر پل زیر نام طالب با مارشال صاحب دوستم جنگیدن بیادر. اونا برادرای ازبک خودشان از بین بردن. امروز شما لهینا، شما بیویتا کجاست که امروز زبان ازبکی را گرفتن حذف کردن؟ همین که اینایی که زیر نام دین اسلام 20 سال آدم کشتن امروز نجات پرستیشان میبینی که زبان ازبکی زبان سوم سرزمین بوده گرفتن حذف کردن. امروز شما ازبکایی که در فاریاب هستی، در جوزجان هستی یا در تخار هستی که رفتی طالب شده، امروز بیاین صدایتان بکشی. او پلیتا مگم مارشال دوستم نامد نگفت که 50 سال پیش ما را نمیماندن بیادر ازبکی گپ بزن. شما ازبکا را 50 سال پیش ما را تو با ازبکی گپ زدن نمیماند. همه شما ازبکا را 50 سال پیش ما را تو با ازبکی گپ زدن نمیماند. 50 سال بعد باز اون امروز تکرار شده که اینایی که آمدن این شیطان صفتان زیر نام دین ریشایشان ریشای سگ و رینق بیادر ریشای خدا نماندن بیادر از نام دین از کلمه خدا بیادر اینا سوء استفاده میکنن. تو ازبک برده ساخته، تو تاجک در بدخشان بیادر برده ساخته بیادر نوکریشان میکنی. امروز کجاست شما که بیادر شما ازبکا که بیادر بگویی که شما خو به نام دین آمدی؟ زبان ما چی کرده که شما زبان ما را میگیری بیادر حذف میکنی؟ زبان ما چی کار کرده که شما میگیری حذف میکنی؟ شما میای ویدیو میگیری خانه مارشال دوستم همامش حتی نشان میده، خانهش بیادر نشان میده، اروریش نشان میده. چرا از اشرف غنی را چرا نشان نمیده؟ خانهش از اشرف غنی را چرا نشان نمیده؟ از مسلمیارا که کل پول بیت المال خورد بیادر چور کرده چرا از او نشان نمیده؟ چرا از این بیادرای کرزایی که اینم دوزی کرده چرا خانه‌های وار نشان نمیده؟ فقط از تاجک از ازبک بیادر از اینا را خانه‌هایشان نشان میده در شبکه‌های اجتماعی در فیسبوک هم اندازه. او ازبک تو بیدار نشی خدا اینم تو ذلیلت میکنه. امروز زبانت گرفته فردا دم منطقیت نمیمونه بیادر زبان صحبت بکنی با ازبکی. بیدار شو ازبک، اینا نجات پرست هستن، اینا قوم پرست هستن. فریب دین و فریب مذهب و فریب امارات اسلامی را نخو. مارشال دوستم 50 سال مبارزه کرد که تو بیادر زبان شما دو سرزمین زبان سیوم شده، اونو برای شما حق قائل شدن، حقوق قائل شدن. امروز همه را شما گرفته زیر پای انداخته بیادر رفته لنگی زده کلاه قنداری مانده و خودتان پلیت ساخته، خودتان نکبت ساخته رفته بیادر امارات اسلامی. همینطوری تاجکای کثیف میگم که رفتن بیادر مبارزه کرد، مردای و سرزمین استاد شدن، از حقوق خدا بیادر شب و روز محمد مسعود بزرگ بیادر استاد شد، کل هم رو خود دکوها تیر کرد. 4 تا معامله‌گر تاجک بیادر وطندارای خدا فروختن، ولایت پنجشیر فروختن، پروان فروختن، بدخشان بیادر فروختن. امروز مردم تاجک قتل عام میشه، از کابل میگیرنشان بیادر در پنجشیر سرشان ظلم میکنن، از تخار بیادر در تخار سرشان ظلم میکنن، بیادر در کندوز سرشان ظلم میکنن. تو ازبک امروز زبانت حذف میکنه. تو اینم تو چوب بشی بگی ما امارت. خدا شما را بشرمانه که نام ازبک بد کردی بیادر دو سرزمین، نام مردم با غیرت و فاریاب بد کردی. آمده امروز حداقل صدایتان بکشی بگوی به امیر مومنین کثیفتان بگوی چرا زبان ازبکی را حذف کردی بیادر؟ شما چی حق داره؟ شما هیچ حق نداری. در کشورها ببینی کثافت از اون قومگرایی خدا نبر آمدین، از اون قبیله گرایی خدا نبر آمدین. حالا ما خو میبینیم در شبکه‌های اجتماعی که از یک طرف خانه‌هایشان نشان میده، از خائن باید نشان بده. چی خائن پشتون، چی خائن ازبک، چی خائن هر قومی که است. اما نه که از یک طرف تو بگی نشان بده، از دیگه طرف بیادر بگو دا خو والله خسرایی دی. نتان دفاع بکنی. امروز اگر زبانتان حذف کردن فردا نمیمونیتون در قریتان که بس زبانتان حرف بزنید. شما ازبکا را 50 سال پیش ما را تو با ازبکی گپ زدن نمیماند. همه ما در زمان رژیم کمونیست در ارتش بود، رشیدوف در چی بود؟ رئیس جمهور ازبکستان بود. و ما از پول حیرتان افتتاح شد، پیر شدیم. ما ازبکی گپ زدیم. برای ما گفت تو از کجا هستی؟
اما تو ما از افغانستان هستیم باید گفت افغانستان و ازبک هست افغانستان ازبک زیاده سعی کنیم بین ما یک دریا است از این طرف دریا صدا کنیم این طرف دریا صدا رو بشنوه لب دریا کلگی ازبک ها ترکمان زندگی میکنه همین لب دریای آمو سعی کنید 100 متری این طرف مرد شما جوانا و ازبک ها را نمیشناخت که افغانستان هستی نیست امروز خدا ثواب شد همه دوستم بابایتان مارشال بابایتان امروز نام شما را در سطح جهان در سطح بین المللی شما را مطرح کرده